وقتی که مثلا چند بار وارد همون کارخانه میشوی که کارت بود نمیشود، هست است که یک ماه میدواند، 2 ماه میدواند، 1 هفته میدواند، یک مثال خیلی اوزی بعد میبینم، اوزی بعد بیاید یا که اوزی نیستن کارخانه در این حالت ها هستن. بعد که گفتی همون تاجیکا که اگر بسیاری بعد مانده بعد شدی همون رفتن اومدن که کار نشد برای التماسی ها بلاک کنید کاری من بود کنید این خیلی حالت ها هستن مثال استفاده میبرید. فکرم در دانشگاه وقتی که نمیزدرن اگون چی همون سوال که من میرسد پیش معلم ها زوره میکنن تمام میگن که التماس اگون بلاک کنید ما را بذارانه خیلی بسیار چی هستن حقیقت زندگی ها مادرت از زنگ میزنی میگو که ایجان با من سون روان که میگو میگه که خیلی از بین نمیستنوسون میگو یا بالاش کنه ایجان پرابلم های دانشگاه دستون در کار های راستخود کردن در کار های خوبگاه در نام کار نیست یا بالاش که ایجان میگو که بسومون یا مثلا در موردهای درس همیشه استاد جواب میگیری میگوی که استاد جان مرا خیلی جواب ده برم فلان جای اگون کار نابود کنم میگه که نه میگه استاد جان یا بالاش که این بینمون این برای بسیار استفاده میشه در همه مورد استفاده بردنش میشه. مثلا شخصانی هستن که مثلا یگان کار رو دشوار یگان کاری مشکل میکنه و ما میگیم که خکن چون میکنی مجبور میشه یک بالا کن همین کار رو حل کن ما باید مسئولیت میتونیم من در همین وقت بسیار استفاده میبرم به معنی که توقت کن صبر کن یا بالا کن همش نظم میشه به همین معنی. هم مثلا نروز از زنگ میزنی میگی باید یاد تماشا ببین میگم ما کاروچی ولی کار دارم میسازی خیلی میگم اگه بالاش که ما باید بریم امروز باید بریم تماشا ببینیم خیلی میگم میبینیم چون اگه فکر میکنیم اگه بالاش میکنیم میری مسئله هست یا کار هست که حل شوانده نیست انم یک بالاش که اگه بالو کار نمیشه کاری که حل شوانده نباشه این چی بالو کار میشه اگه گفتی که باز اون روز میگم فالشی بیکاره دادن نمیشه کوه و بالوش که اگه این بالوش همیه اخذ ما همین یا آدم ها گرد میزنن که مثال میگن یک بالا میکنیم خودشان میگن شما گرد نمیزنید بسیار وقت این خیلی شده خودشان میگن که مثال ما یک بالا میکنیم این گرد میکنیم این خیلی